عزیزان ایمانی، سه دعا را هرگز فراموش نکنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سه دعا را همه وقت در زبانشان زمزمه می‌کردند. اللهم ارزقنی توبة نصوح قبل الموت، پروردگارا توبه نصوح را قبل از مرگ به من نصیب بگردان. اللهم اینی اسألک الحسن الخاتمه، پروردگارا عاقبت کار ما را به خیر بگردان. اللهم منقلب القلوب ثبت قلبی علی الدین، ای پروردگاری که قلبها را میگردانی قلبهای ما را به سوی دینت بگردان. و فی روایتی، در روایت دیگر میآید که اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ای پروردگاری که قلبها را میگردانی قلبهای ما را به سوی عبادتت طاعتت بگردان. و در آخر عزیز من یک صلواتی بر رسول خدا بفرستیم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم اکرمین، یا خیر الناصرین، یا ذل جلال و الاکرام بگین، ان شاء الله دعا مستجاب می شود. آمین و رب العالمین.